مطمئنم معلمت دوست نداره تو این روش رو بلد باشی، ولی من به احتیاط میدم. به این سوال بهمون گفته در شکل مقابل موتور سوار با سرعتی به بزرگی 20 متر بر ثانیه از تپه اول جدا میشه. اگه تنها نیروی مؤثر نیروی وزن باشه، سرعت اون در لحظه رسیدن به تپه دوم چند متر بر ثانیه است. روش مرسوم اینه که ما بیایم دو تا نقطه رو انتخاب کنیم، انرژی مکانیکی اون دو تا نقطه رو با هم برابر قرار بدیم. ولی ما میخوایم یه کار دیگه ای انجام بدیم. ما میتونیم از معادله مستقل از زمان استفاده کنیم، یعنی بگیم V2 برابره با رادیکال V1 به توان 2 علاوه 2 A دلتا X. حالا داشته باشی اینجا رو V2 برابره با رادیکال V1 به توان 2 یعنی 20 به توان 2 که میشه 400 علاوه 2 A دلتا X. ببین آمون اینجا شتاب گرانشی 10، دلتا X مون هم اینجاست دیگه. هر دوتا منفی بودن، ضربشون مثبت شده. حالا زیر رادیکال من یه 900 دارم، جذر 900 میشه 30 متر بر ثانیه.